گفت گر با خدا باشی مخور غم، بگفت گر با خدا باشی مخور غم، به چشم خود میار از وهم دلنم. کسی را که نگه دارنده شد هو، کسی را که نگه دارنده شد هو، نمی گردد خیانت تار یک مو. قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم ثلاثة واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك. برادرای عزیز و گرامی، همه شما را به این روز جمعه، روز سید، این روزی که افضل از این باقی مانده روزهاست، حتی افضلیت دارد از عید رمضان و از عید قربان. این روزی هست که در شرف، در منزلت، در قدر، در ثواب بالاتر از عید رمضان و بالاتر از عید قربان است. شما را به این روز مبارک تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار خواهان او هستم که خداوند محبت این روز جمعه را، عبادت این روز جمعه را همیشه خدا در دل شما، در دل فرزندهای شما، در دل اولاد اجداد شما خداوند همیشه نگه دارد. و از پروردگار خواهان او هستم که خداوند همه آن جمعه هایی که از این بندگان تو ادا می شود خدایا قبولشان بگردانی و خدایا فردای قیامت بندگان جمع می شوند در عرصات که محب نماز جمعه هستند، پیرو نماز جمعه هستند. خدایا فردای قیامت خواهش ما بندگان، امید ما بندگان این است که ما بندگانت را و همه آن بندگانی که این روز را احترام میکنند، این روز را دوست می‌دارند، این روز را منتظرند، خدایا از گروه همان محبان روز جمعه سر بردارند. پروردگارا این ساعت‌های اجابت قبول است، اجابت دعاست. خدای مهربان ما را از جمله همونها گردان. پروردگار گفته بوده است ثلاثة واحدة لی و واحدة لك و واحدة بینی و بینک. این راویش سلمان است که بزار از سلمان روایت میکند. خداوند گفته بوده است سه چیزی هست، یکیش برای من است، دیگرش برای توست ای بندگان خدا، ای فرزند آدم، سومش بین من و بین فرزند آدم است. و اما التی لی، خداوند گفت آن چیزی که از برای من است، تعبدونی ولا تشرکوا بی شیئا، آن چیزی که از برای من است ای فرزند آدم، ای بنده های خدا، الله اعلان دارد این است که مرا عبادت کن و در عبادت بر من کسی را شریک مگردان. پروردگار خطاب دارد دوست می‌دارم بندگان من مرا عبادت کنیم فقط و فقط برای بزرگیم، فقط برای بزرگ بودنم عبادتم کنیم، برای خاطر کسی، برای نشان دادن چشمی کسی عبادتم نکن.
شاعر میگفت چو به سجده سر نهادم، چو به سجده سر نهادم از زمین صدا برآمد. برای آدمایی که در ذات خدا شریک میارند، برای کسانی که عبادتشان از برای خدا نیست، کسانی که برای همسایه و برای رفیق و برای بیکار ماندن نماز میخوانند، از زمین برای اونا چی صدا می آمده است؟ وقتی تو پیشانیت در زمین می مانده و سبحان ربی الاعلا می گفته، لیکن دل تو این بزرگی خدا را که قبول ندارد، عبادتت که از برای خدا نیست، از زمین خدا به تو چی صدا می آمده است؟ چو به سجده سر نهادم از زمین صدا برآمد، که مرا خراب کردی تو به سجده ریایی. ای بنده ای خدا، سرت بردار در من سجده نکن، زیرا سجده تو سجده ریایی است، سجده تو از برای خدا نیست. برای همین سرت بردار که تو مرا خرابم کردی، تو مرا افگارم کردی. سبحان ربی الاعلا میگوی باید وجود تو را ترس فرا گیرد، باید تمام وجود تو نرم شود، ملایم شود، که تو کی را سجده داری؟ همون پروردگاری که تو را نظارت دارد، تو را نگاه دارد. تو چگونه خم میشوی، چی نیت در دل میگذاری؟ همشه پروردگار همشه میداند. پروردگار گوی یکم چیزی که برای من از این است که مرا دوست دار، مرا محبوب خودت گردان. در اولی بار پیش از پدرت، پیش از مادرت، پیش از امام خطیبهات، پیش از یار و رفیقات مرا دوست دار. از من بترس، همه کاری که داری فقط و فقط از برای من بکن. پروردگار هم تا گفته است یگان عبادتت، بنده خدا، یگان عبادتت بغیر رازگی من نباشه. حالت نماز در چی نماز میخوانین؟ حالت موعظه ده. حالت موعظه وقتی نماز خواندن نیست، وقتی گوش کردن است. امر معروف واجبه، تحیه مسجد مستحب خواندن. گفتن پروردگار که شریک نیار در من شریک نیار، هر عبادتی که میکنی از برای من بکن، فقط و فقط برای رازگی من بکن. این برای تو فایده آوری در آخرت است. و اما التی لک، ببینید یکم چیزی که ما فهمیدیم، آن چیزی که برای خدا بوده است چی بوده است؟ همین بوده است که ما عبادت آمون خاص برای خدا کنیم، برای نمایش نکنیم، برای گفتی حاضره اصطلاح های حاضره برای رکلام نکنیم، فقط و فقط برای خدا کنیم، برای نشان دادن نکنیم. دوم، و آن چیزی که از برای توست، فما عملت من عمل الا جزیته به. خداوند گفت آن چیزی که دوم چیزی که برای تو از ای بنده خدا، هر عملی که میکنی من در عمل تو موافق عمل جزات میتونم، موافق عمل پیشگاه خدا. عمل خیر کردی پاداش خیر است، عمل ناجور کردی ناخوب کردی پاداش بد منتظر شد. و اما التي بین و بینک، اما آن چیزی که خداوند فرمود بین من است و بین توست، اون چی است؟ پروردگار گفت فعلیک الدعاء والمسئله فعلی استجاب والعطا. سیوم چیزی که بین من و بین توست ای بنده خدا این است که تو دعا کن، بپرس و بر من این است که من قبول کنم و برای تو عطا کنم.
ببینیم بین ما و بین پروردگار چی بوده است؟ ما دعا میکنیم، دستامون هم برداریم، دستامون رو برداشته از پروردگار خواهان و زاره میکنیم، با دستامون رو در رویمون نمالیم، زیرا مذهبی ما، پیروای ما روی دستاشون رو در رویشون نمالند. از شما پرسیدن است، خواهش از زاره است، از ما اجابت است و عطا کردن آنچه تو میخواهی. پروردگارا، اولا برای همه ما توفیق و عنایت، برای ما غیرت، برای ما فهمیش نصیب بگردان که تا که خدایا هر عبادتی که کنیم خالی از شرک باشه، خالی از ریا باشه، عبادتی که باشد که از جانب زمین بیزاری از بنده طلب نکنه. و خدایا آن عملهایی که میکنیم ما هممون شاهدی میدیم که در برابر یک نعمتی تو 50 ساله و 60 ساله عبادت ما ارزش ندارد. لیکن به هر حال هم باشد خدای مهربان، امید داریم، خواهش داریم که عملهامان قبول بگردی. ما را عمل جنت نمیبرد، ما را رحمت تو جنت میبرد. به عمل ما نظر نکن، به رحمت خود نظر کن. و خدای مهربان دعا میکنیم عبادت هامان قبول بگردان. خدایا آرزوهامان حاصل بگردان. خدایا برای ما محبتی از همه مهم و ضرور و اولین درجه محبت ذات خودت است در دل ما همیشه نگهش دار. هم محبتت، هم حیبتت، هم ترس خدایا در دل ما نگه دار. خدایا محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که او را ای پروردگار ذات تو هم دوست می داشت، نمی گذاشتی که این حبیبت گریه کنه. و این خاطر خدای محبت محمد صلی الله علیه و سلم هم در دل ما زنده نگه دار. ما را خدای پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگردان. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کن. خدایا بیماری های ما را شفای کامل نصیب بگردان. خدایا مسافرهای ما به عذاب نیستند، به مشقت نیستند، همه درد و غمشان دور و مرادهاشان حاصل و صحت و سلامت خدایا به خاندانشان برسان. خدایا جمهوری ما را آباد نگه دار. خدایا در جمهوری ما هم همه بدبختی ها، همه کشماکشی ها، همه نافهمی ها را از این جمهوری ما برداشت بگرد. یک دلی و یک فهمی و انصاف و عدل خدا در این جمهوری ما حکمران نگه دار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين. شیخ احمد رحمت الله علیه خدا رحمتشان کند، دوستای خدا چه عذابهایی میکشیدند، بازم همین قدر عبادت ها باز اونا ترسان بودن، از خدا میترسیدن، از خاتمه شان میترسیدن که اونا یک لحظه به یاد خدا نبودن. و بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند و بیچون. شیخ احمد که خیلی شاگردای زیاد داشت، حضرت شاگردا را درس میگفت. وقتی که شاگردا نزدش آمدن که استادشان گریه دارد در حالت گریه دریابش کردن و حضرت پرسیدن ای دوست خدا ما میدانیم که چشمات سرخ، تو شبم خواب کردگی نیستی، تو شبم در نماز تهجد بودی، تو شبم قرآن خوانی کردی، سحرم وقت شیرینی خواب از خواب تا حرام گردانیدی و ما را درس میگو. اما تو را بار نمیبینیم که در کوچه و نمیبینیم که یک لقمه حرام استفاده بری. این گریه بهر چیست؟ برای چی گریه میکنی؟ حضرت در گپ در آمدن، در سخن در آمدن، گفتند به بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند و بیچون.
بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من فکری شبانه. ای دوستای خدا گفت، ای بنده های خدا، این دلسوزی استاد شما، این غم و غصه استاد شما معنای این دارد که بالا به 8 جنت، در زیر پام 7 دوزخ. این شیخ احمد در بین حرب این خواب است، ندانم اهل پستم یا که بالا، چه آید حکم از عز تعالی. آخه من نمیدانم که اهل پستم یا اهل بلندم. من نمیدانم که وقتی که خدا این پیکی پروردگار ملک الموت روان میکنه و جان این شیخ میگیرد، مرا بالا میبرن یا پایان میبرن، من اینشا نمیدانم. چون این گفت آن جگر خون گریه‌ور شد، کشید آه مگر خونی جگر شد. حضرت اینا گفتن و میگد آه کشیدن و داد گفتن که وای به حال خاتمه من، خاتمه من چی میشد باشد. از خاتمه هاشان میترسیدن. دوستای خدا فکر خاتمه را میکردن. خدا کند که همون توفیق شیخ احمد و همون هدایتی که شیخ احمد یافته بود، خدا یک ذره حقلا دانه گندم بر این ایمان همونها را در ما وصل کند. خدا در ایمانهای ما همونها را کلیک کند، شیرش کند، چسباند که ما هم مثل همون دوستای خدا لذت عبادت خدا را چشیم، لذت عبادت خدا را بریم. الله اکبر. امشب شب قدر 23 و 25 و 21 و 29 و هرچی روایای مفسرای گرام روایت کردن شب قدر را، اکثرش به اتفاق آمدن که 27 شب رمضان شب قدر است. در ما و شمال بسیارتر میگن امشب شب لیلت القدر است. اینجا کم تر ما غلط میکنه، زیرا که لیل خودش شب میگویند. اگر ما گوییم که شب لیلت القدر یعنی شب قدر، و این خاطر ما هم میگوییم که شب قدر است. همون لیلی که میگوییم همون لیل ما با تاجیکی خودمان شب میگوییم. امشب قدر است یا امروز شبش قدر است. خدا گفت این انزلناه فی لیلة القدر. گفته پیروای قرآن، ای کسانی که امروز قرآن میخوانید، ای کسانی که قرآن بوسه میکنید دیده هاتان میمالید، انا همین قرآن ما در همین شب قدر، در همین شب 27 از لوح المحفوظ به آسمان دنیا آوردیم. از آسمان دنیا تدریجاً در دوام 23 سال آیت به آیت بر محمد صلی الله علیه و سلم جبرائیل پایان آورد. همین شب. و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. خداوند گفت میدانین که شب قدر چیست؟ ای بنده های ما، خدا چی مهربانه برای ما، خداوند چی محب ماست، اینقدر ما را دوست می‌دارد، اینقدر ما را نوازش می‌کند. در هر یک ضعیفترین کار ما را پروردگار با گفته برادرای بیرون از کلاب ما لینچه ثواب می‌دهد، قابچه ثواب برای یک عادی ترین عملی بنده مؤمن میکنه. خدا گفت میدانین همین شب قدر چی شب است ای بنده خدا؟ ولی امشب همه شما را خدا اگر حیات دهد همین شب شما سپری میشود، شما به این شب شناس شوین این شب چی شب است. لیلة القدر خیر من الف شهر. ای بنده های ضعیف، ای بنده های در سهو در خطا، همین یک شبه که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حبیب خدا میگوید پیش از آنی که پروردگار من آن مکافاتی که برای ما امشب میدهد بیان کنم، بیان حبیب خدا را گوش کنیم. حبیب خدا گفت کسی این شب را از روی صدق
از روی محبت، از روی اخلاص، از روی دوستداری این شب اگر شب زنده داری کند، با نمازها، با قرائتها، با گوش کردن قرائت و موعظه ها، با نشستن در مسجدها، با گزاردن اعتکافها، اگر کسی که امشب شب تا روز کند، حبیب خدا چی گفتن؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. بنده خدا یا خیلی در اینجا 70 ساله این، یا خیلی در اینجا 50 ساله این، یا خیلی شما در اینجا 40 و از 70 هم بالا این. حبیب خدا گفت پروردگار 70 ساله عبادتی تو را، 70 ساله گناهی تو را همشه خطی عوف بالاشان میکشد. تو مثل کودکی نو از مادر به دنیا آمدی، تو نو کودکی که به دنیا آمد یگان گناه نکرده است، حالا که 70 سال تو لغزش داشتی، تو کمبودی داشتی، تو خطا کردی، این شب تو به آب چشم گذراندی. این شب تو قدر چگونه که قدر نام دارد که به خاطر قرآن قدر شده است، همین قدر وقتی که قدرش دانستی، پروردگار همون قلم میگیره، ما و شما یک جمله را می نویسیم خطش میزنیم، خداوند همون قلم مغفرت خودش را در بالای 70 ساله گناه و لغزش تو هم تا خط میزند و اعلان میکند بنده من امشب مثل کودکی که از مادر به دنیا آمده است. برادری عزیز، انصاف بیدار شود، قدر دانسته شود، شب به عبادت، شب به خدا ترسی، شب به چشم کشادن ماها باید که تا روز گذرانیم، زیرا این بشارت از دست ندهیم. زیرا برادر عزیز فردا میدانید که شما به شب قدر میرسید یا نمیرسید. کدام تو دانا هستید که به شب قدر، نه به شب قدر میلش به همین عید قربان میرسید یا نمیرسید. خداوند چی گفت؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. بنده های من، اینمی یک شبه که شما حال یک شب از ساعتهای گویم که از آفتاب نشستن الک شب حساب می شود، از همین آفتاب نشستن تا گویم صبح دمیدن، وقتی که تو غیرت را حاضر خواب کن، خوابت تا بگیر، استراحت تا بکن، وقتی که تو شب زنده داری کردی، در مسجدها رفتی نشستی، موعظه پیشواها و داملاها را گوش کردی، وقتی که صبح که دمید چی شده شد؟ پروردگار گفت خیر من 1000 شهر. من در نامه اعمال تو پروردگار میگوید 84 سال فقط 5 وقت نماز، حج، رمضان، ببینید 5 وقت نماز، نماز جمعه، زکات، حج، در نامه اعمالت می نویسیم که تو 84 سال پایبند همین عمل ها بودی. 84 سال تو زکات دادی، تو 84 سال حج کردی، 84 سال 5 وقت نماز با جماعت خواندی، هدیه همه را در نامه اعمالت می نویسیم. مهربانی خدا را ببین. در یک شهر حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، رئیس مذهب ما و شما، حضرت بیان میکنن که شب ندیدیم که حضرت چشمش پوشیده باشه. اگه وقتی که ما دعوای مذهب امام ابو حنیفه کنیم، ما مخلصا و محبای ابو حنیفه باشیم، برای چی پیروی این بزرگ خدا که این بزرگ خدا هم سرچشمش از کجا بود؟ سرچشمش همین قرآن است، همین حدیث های رسول اکرم است. آب برور ابو حنیفه از کجا یافت؟ از قرآن، از حدیث، از اسلام یافت. اگر ما پیروای او حضرت که تا مردنش بشارت در زندان بودن شب خواب نمیکرد، زندانی بود، اما در همه حالتهای کشاده، در این شرایطی که امروز خداوند برای ما و شما فراهم آورده است، امروز این قدری حکومتدارا را ببین، هر شب چراغا برای ما روشن میکنند، آبها ما را داده استند، گازها ما را کشاده کردند در بعضی جا، یعنی مقدار آن شرایطی که از همه شرایط ما را قریب مهیا دارند. اگر در همین خیل شرایط ما که اگر یک شب زنده داری نکنیم، آیا همین از روی انصاف است؟ البته به انصافی است.
لیلة القدر خیر من 1000 شهر. از 1000 ماه یک شب عبادتش به 1000 ماه برابر. که من این را حساب کردم به حسابها قریب 84 سال دارم. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربه من كل امر. خداوند می‌فرماید ما در این شب از فرو رفتن آفتاب تا طلوع صبح ملائکه های من فوج فوج به زمین می‌فرایند. ملائکه های رحمت خدا امشب فوج فوج توده توده بالای این زمین ما و شما را می‌فرایند. سلام هی حتی مطلع الفجر. خداوند گفت این ملائکه هایی که من میفرستم، این لشکر هایی که من دارم، اینها را وقت میفرستم فقط وظیفه اینها این است. بنده خدا وظیفهشان این است که در کدام خانه که کسی که شب زنده داری دارد، کسی در کدام مسجد نشسته و این پایبند عبادت است، این ملائکه ها با وی نظر میکردند و میگفتند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر یک فرشته رحمت با تو سلام میگوید، با تو سلام میگوید هر یک فرشته رحمت. و این خاطر من آغاز این صحبتم از تحلیل این آیت قرآن شروع کردم، به خاطر که امشب ما شب قدر میگوییم. امشب را باید که ما قدردانی کنیم، امشب را عبادت به جا بیاریم، تا که آنچه در اول بیان کردم اگرچه یک مختصر است، اگرچه این خیلی سخنهای زیاد در اطراف این شب است، لیکن گفتی همون محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم همون یک نکتهشم انشاءالله بیدار کننده است، همون یک نکتهشم انشاءالله تأثیر بخش است. خدا خواهد ما اگر شب زنده داری کنیم، خدا خواهد ما و شما ثواب خیلی بیش میگیریم. همینجا برادرها یک نیت کردن، حاضر من پیش از آنی که حدیث گویم برای همین ساختمان نوی که گفتم آغاز می شود، همین مکتبی که هست خیلی تنقیسی ها هست، گفتن که همین یک از برادرها خیلی کم و بیش چیزی که داشته باشند جمع کنند و بعد رمضان خدا خواهد که همه کارها تخت شدگی هستند، خدا خواهد کار شروع میکنیم. خیلی که از مورچه مدد گفتن چیزی که از دستان می آمدگی باشد، امکانیتاتون باشد و کسایی که شرایط دارند، اکو چیزی که در همون کیسه آورده همش پرتو شرایط دارد. یکی کامید که به شرایطی مثلا نداری شرایط هیچی هم نتی، فقط به دل دعا کو که خدا همه کارا به خیر انجام بیاوه که فردا برای راحت ما و شما هست. خب همینش هم انشاءالله بسنده برای ما. این جمعه آخران از جمعه ماه رمضان هست. من که به گوش نشنیدم، لیکن از برادرایی که شنیدم گفتن روز چهارشنبه روز عید است. از شنیدگی که دارم، ولی من تا حال خودم نشنیدم، لیکن گفتن که همچنان اعلان شد به تلویزیون که روز چهارشنبه روز یکم عید است. ای خدا خواهد در هر جایی که باشین، در مسجدهایی که جامع هستن و جمعه میخوانن و یا رخصتی گوییم که عید خواندن دارن، عیداتون در اونجا خوانین. پیش از عید همه شما صدقه های فطرتان ادا کنین، زیرا که برای آدمی که گوییم قرضدار نیست، آدمی که یک شرایطی دارد که مقصد زندگیش در تنقیسی ندارد، تنگی ندارد، تلبندگی ندارد، برای اینا سه سامان سری آدمی پیش از عید آمدن صدقه های فطرتان دهین که حدیث رسول اکرم صلی الله
حتی که عبادت های شما را خدا معلق نگه می‌دارد. و این خاطر شما صدقه های فطرتان مسکین ها و بیچاره ها و ناتوان ها را دهید. من اعلان کرده بودم که مرا صدقه فطر ندهید، زیرا به من صدقه فطر شما درست نمی‌شود. لیکن در کدام شما یگان ملا امامی که شرایط ندارد، کم بغل است، خب در شما نماز میخواند، ملا اماماتون صدقه فطر دهید. مثلا من ملا امامی هستم که صاحب خانه ام، صاحب ماشین ام، صاحب شرایط ام. مقصد کفایت میکند برای که انشاءالله عالی هم نباشم، قصد بدم نیستم. لیکن برای خودم حرام گردانیدم چشم طمع به نام خودم. بعد میبینم که از کسی گویم که کو حق مرا بده، این دست من میشکنم. این دست خدا هیچ وقت این دراز نکند. خدا اگر همون روزی که دست مرا دست طلبندگی کند، خدا جان ما بگیرد، به نام خدا من راضی هستم. هیچ وقت در طمع را برای خودم کشادنی نیستم. خدا را شکر ما از دادگی که خدا داده است نارضا هم نیستیم. شکر هرچی که در ما می آید کم از بیش است، هزار شکر به سوی پروردگار. ما اینش در طمع نداریم، در فکر اینش هم نیستیم. اگرچه خدا در قرآن میگه و ما یتق الله یجعل له من و ما یتق الله یجعل له من امره یسرا. مثلا 3 آیتی که پی در پی در سوره طلاق آمده است. شما از خدا با پرگی ترسین، من شما را از جای رزق میدهم که در گمانتان نیست. یعنی رزق شما را من میرسانم از جایی که در گمان نیست، من آورده در حق در دستت میرسانم. و این خاطر ما فقط از خدا اینقدر خواهانیم که همین وجود ما در ترس خود چه نگه دارد. برای همین من در صدقه فطر ندهین. من اعلان کردم، چند شب گفتم، مسئولیت از گردن خودم برداشتم. صدقه فطر کدامت که میتین مسکین ها و فقیر ها و بیچاره ها را دهین، ثواب میگیرین. آدمایی که باین، برای آدمای بای 3 سامانی درست نیست. برای آدمای بی بای به نرخ مویز میگیرن. این نرخ گندم برای کمبغل ها هست. امروز مویز 20 سوم، 30 سوم، 40 سوم. سر آدم شما 20 سوم یا 30 سوم برادرای بای. خدا بایتون کند، خدا بازاراتون کند. خداوند هیچ وقت مبلغا را از شما کنده نکند، همیشه خدا بای نگهتون دارد. لیکن شما در همین دادگی تانم باز حساب کنین که چند برابر خدا با میتپه. این اگر تو 10 تا فرزند داری، 20 سومی بتی 200 سامان، 30 سومی بتی 300 سامان. برای آدم شرایطدار 300 سامان چی است؟ هیچ چی نیست باور. یا 400 سامان چی است؟ هیچ چی نیست. چگونه که در ما و شما، ولی بعضی هاش اون قدر نمیدانم که اکنون من تحقیر نمیکنم، اون قدر بی غیرت است که در قربانی رفتن یک گوسفند ارزان میکوه. باید خدا بایش داده، $100,000 داده، $200,000 داده، میرود در بازار کجا ده همه یک گوسفند همون روزا داخلی میگه، همون یک خرابی همین تا گویم نبینده که همون چین چاپش میگه، همون را میگیره میاره. عیب به نام خدا، عیب گناه ہے. ما دیدیم آدمای بای برزگاه میکشتن، 2 تا 3 تا برزگاه قربانی میکردن. در پاکستان وقتی که ما تحصیل میکردیم، همون مسیحی که ما در پهلوش خواب بودم، یک همین تا گویم که اگرات میگیم، اکو گیم با اصطلاح امروزا میفهمیمش، یک اگرات کلان داشت. بعد بای ها ماشین های کلانی همون کم از ده می آمدن. با خدا قسم تا 5 تا را میفراورد. یک آدم بای 5 تا برزگاوی که او برزگاو نکم ای 300-400 کیلو گوشت داشتن. می آورد میفراورد، میگو که این قربانی است. تقسیم میکردن، گوشت میمان، نمیوان آدمی که گوشت تقسیم کنند. اینمی برای ما دانشجو 10 کیلو 20 کیلو میگرفتیم. خب دیگه ظرفامون پر بشید، میرفتیم اونجا در ماندگی کسی نمیگیره. ببین برای همین قربانی ها را شما میدانید که روز قیامت شما در قربانی هاتون سوار میشوید، پول صراط میگذرید. همون قربانی چقدر با قوت باشد، چقدر زیبا باشد، چقدر بوزبله باشد، همون خوب نیست. برای همین این صدقه فطر تانم برادر عزیز و گرامی اکو 3 سومه و 5 سومه نباشد.
کنین، زیادتر کنین. پیش از عید صدقه فطر تان یک روز یا 2 روز پیش ماندن که مردم ما 2 روز یا 3 روز پیش ماندن خرید چه میکنن. برادر عزیز در دستک شما مبلغ بده، همین مبلغش بده که خیامو بیچاره خیل مبلغ ندیده باشه، همین مبلغی که خرسندش کنه. نمیشه که خودت خرسندی خدا داد از در برکت پولای وقتت خوش است، وقتی اورم خوش کن. ان شاء الله دعا میکنه. الله میگه انفق ينفق عليك. اوته آنقدر میتون که رنگ تو لرزیده نه، آنقدر میتون که خدا دیگر حساب شگو میکنی. برای این برادر عزیز و گرامی، صدقه دادن هم ان شاء الله این ثواب داره، پاداش داره. علاوه خصوص برای برادرای با شرایط گفتم، برای کسایی که قرضدار نیستند، شرایطهای میانه زندگی دارن، 3 سامان شما جدا کنین که باز در عبادتاتون یگان کمبود و یگان ناقص پیدا نشه. با کی را دستگیری میکنی؟ اول از خواهرات سر کن، از برادرات سر کن، از عمک و از خاله و از اولادات سر کن. خب اونا هم که اگر به شرایط خوب دائم که نگاه میکردگی باشه، همسایه‌ات نگاه کن. مقصد اگر ای صدقه فطرم زیادم که دادی گناهگار نمیشه. مثلا حساب کردی که صدقه فطر همگی 200 سامان شد، اگر 500 سامان دادی خوش به حالت. زیاد هم که دادی در زیاد دادن زیاد میآوی، زلال نمیکنی. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. انا من برادرای عزیز، این سرجمعی که در این جمعه ما و شماست که مهمان ها از تمام گوشه و کنار حضور دارند، باز این جمع شوی ما با جمعه آینده که دیگر رمضان نیست، می شود نمی شود، من یک بیانی دیگر دارم که همین روزه که شما داشتین، لبهاتان خوش، حلقهاتان خوش، روز دراز شما به طعام و به شراب نزدیک شدن نمیتونستین، همین روزه را پروردگار همراه با همون روزدارایی که قرآن میخواندن، کسی که هم روزه داره و هم قرآن میخونه، خانه کشته که بیکار شود، گویم که از تلویزیون همو رزیدکش میکنه میمانه و لوحه در پیشکش کشاده میکنه و این تلویزیونی که بهترین تلویزیون که نور تو را زیاد میکنه، بختی تو را دختر باشی سفید، بچه هم باشی سفید، آینده تا درخشان، ذهنک تا کشاده، اقبال، آبرو، قدر و قیمت که در همین است. وقتی این لوحه کشاده خان انا کو ببینیم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روز قیامت انا همین روزایی که داشتیم و همین قرآنی که خواندیم، اینها زبان داده می شوند. زبان چگونه ای که دروازه ریان بود در جنت که روزدارا را فریاد میزد، همین ماه رمضان خداوند به جسم مجسمش یک جسم در مبدلش میکنه، یک صورتی زیباش میتا، شاید یک گویم مردکی خوشروی زیباش میکنه، مردکی گویم که مردکی هم ریشداری، همین یک جلدداری گویم سلک در تاری سرش، خوشروی زیبا در میدان قیامت راستش میکنه. قرآن هم همچنان. بعداً از اینا میپرسد چی میخواهیم؟ یقول الصيام منعته الطعام، ببینید، و شراب. پروردگارا تو میدانی که این بنده تو در سال 2008 در همین ماه مبارک رمضان، ماه سپتامبر، یک ماهی که روزه بود، روزه گرفت، روزه میگرفت، روز دراز تماما با منهیات تو، با اون چیزی که نادرست بود نزدیک نمیشد و به خاطر تو پروردگار و حرمت من پروردگار اون نه طعام میخورد نه نوشاکی مینوشید.
اگرچه خواهشش بود، اگرچه گشنه میشد، گرسنه میشد، تشنه میشد. پروردگارا یک خواهش دارم، خدایا میخواهم که هیچ وقت گذرش به دوزخ تو نباشد. خواهشم همین است که این شخص از همین میدان قیامت راست به باغای جنت ببر. طلب شفاعت میکنه. خواهش پروردگار فقط همین است. و یقول القرآن منعته النوم. پروردگارا قرآن میگفت از خدایا در اصل این بنده بود که در دنیا این معجزه الهی این قرآن میکشاد و میخواند، بعض شب 2 ساعت و 3 ساعت خواب شد میپراند و فقط به قرآن مشغول بود. با این خاطر خواهشم همین از پروردگار این که این بنده را گذرش به دوزخ مگردان. خدایا ای را راست از همین جا به باغ از باغهای جنت ببر. قرآن و ماه رمضان طلب شفاعت برای ما و شما در روز قیامت میکرده است. ببینید چه بزرگی های ما و شما روبرو شده. هزارها شکر که خدا در همین ماه مبارک جان ما قبض نکرد. خدا را شکر که همین ماه را ما و شما پوره روزه گرفتیم. میدانم البته بعضی همان به تنگی ها روبرو شدیم، بعضی همان به جنگ و جنجال ها روبرو شدیم، بعضی همان به بعض مشکلات های روبرو شدیم که خیلی در این ماه این طرف گرسنگی و تشنگی و این طرف این مشکلات هامان، لیکن بازم همه این که روزه را داشتیم یقینا در روز قیامت ماهی روزه پشتیبانی از تو میکنه. قرآن پشتیبانی از تو میکنه. الصوم جنتون. حبیب خدا میگفت ماه رمضان این برای شما سپر است. چگونه سپر؟ من النار کجنت احدکم من القتال. چگونه که یک آدم در جنگ سپر میگیره و در یک دستش نیزه برای محافظت خودش، انا همین روزه ها در روز قیامت شما را سپر میشوند. سپر میشود شما را از تمامی آن مشکلات های قیامت. سپر چگونه است؟ بنده را دائم محافظت میکنه. انا همین روزه را خدا به سپر مبدل میکند، پیش راه تو را میگیرد که تو هیچ سختی در دیگر روبرو نمیشی. دیگر فضیلت این ماه مبارک، ان الله تبارک و تعالی ان لله تبارک و تعالی عتقا فی كل لیلة من رمضان الف من النار. دیگر بزرگی این ماه مبارک این بود است که برادر عزیز و گرامی، هر شب رمضان خداوند از دوزخ همو بنده هایی که در دنیا هم ایمان داشتن و اینا امروز ببین بعضی آدم ایمان داره نماز میخونه زنا میکنه، بعضی آدم ایمان داره و نماز میخونه دزدی میکنه، دروغ میگه، خیانت میکنه. خب وقتی که خداوند قهرش بیدار شد و این گونه مؤمن ها را وقتی که دوزخ میبرد در ماه مبارک رمضان هر شبش 1000 آدم دوزخی را از دوزخ میگیرد در جنت جای میکند. هر شب رمضان ببینید هر شب رمضان چی میکرد؟ 1000 آدمی اینا که تا امروز 27000 پروردگار خلاص کرد. 27000 كان آخر ليلة اعتق الله بعدد ما مضى. حبیب خدا گو وقتی که شب آخر می شود، اکو شب آخر رمضان، پروردگار مهربانیش جوش می زند و تا شب سیوم اکو 30000 خالی کرده بود. شب سیوم باز گویم به اصطلاح های موزه با امنیستی می شود، باز 30000 دیگر در آخر شب پروردگار باز خلاص میکنه. هر شب 1000 سی تشید، آخرش در باز 30000 دیگر 60000 دوزخی. هر یک ماه رمضان پروردگار از دوزخ به خاطر این ماهش خلاص میکنه. این از درجات رمضان، این از فیض رمضان، این از برکات رمضان. رمضان خوش آمدید.
رمضان بسیار خوش آمدی. ما اگر چنده که شاید در تو بی‌پروایی کردیم، شاید در تو توجه هم نکردیم، شاید دلسوزی هم کردیم لیکن کم کردیم. روز قیامت شفاعت از جانب ما شد، سپر از برای ما شد. اگر چنده ما خیلی امید از پروردگار ما داریم که خداوند ما را مورد مغفرتش قرار میده. پروردگار عاقبت ما را بخیر کن، ایمانا ما را با سلامت نگه دار. این ماه مبارک خدا از ما قبول بگردان. برکات و شرف این شب قدر در نامه اعمال ما کتابت فرما و تا رمضان دیگر خدایا همه جمعیت ما، همه مردم مسلمان را خدایا صحت و سلامت و به بلا و به آفت و به مشقت خدایا نگه دار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب. پیسری میری سرابیک، برادر ما میری سرابیک های خشک سنگو اینجا یک مبلغ آورده است، همو باشه برای هم میری سرابیک میدونیم ما. خب اینجا هم مبلغ آورده است. بابای حاجی ارومبای خدا در عمر جانش برکات دهد، یک عمر در همین مردمی کلاب ما و شما بیرون از کلاب ما و شما آشپزی میکند و مردکی مسلمان و مردکی خیلی خدا ترس است. خدا خیر احسانش قبول کند. در حق بابای گریز مرحوم از محله ما، بابای گریز اینجا در بابای دهقانش میگفتیم، اونجا دم انا بابای گریز هم خدا رحمت و مغفرت کند، گورش پر نور کند، فرزنداش خدا از کلی آفتها نگه دارد. خب اینجا یک برادر زکات آوردند، خداوند مالش زیاده گرداند، از همه آفتها خدا نگهش دارد، کاراش برار دهد، کشایش دهد و خداوند آیندهش نیک گرداند. یک برادر از خواجه سرتیز یک مبلغ دادن در حق اون. خب طاهر از روسیه برای پدر و مادرش یک مبلغ روان کردند. پدر و مادر اگر حیات باشند خدا خاتمه شون بخیر، اگر گذشته باشند خدا رحمت و مغفرت شون کنه و طاهر خدا صحت سلامت به خاندانش رساند. برادر نعمت الله اینجا دم باز یک برادر دیگر نعمت الله باز زکات مال آوردن برای همین امارت نو ما. خدا این مالش قبول بگردانه و مالش زیاده گردانه و همیشه در حفظ امانش خدا نگه داره. در حق مقسوم سعید دعا کنید. برادر مقسوم سعیدم همراه برادراش عمر و مادرشون هم بیمار، خدا عمرشون دراز و مادرش خاتمه بخیر و پدرشون نامش فراموش کردم بابای ضیاءالدین از پیروی مای، خدا رحمت و مغفرتش کنه. و اینجا برادر نعمت الله هم سوداگر است در بازار بالا که مخلصای مسجد ما و شما هست. خدا رم زندگیش خوب و زندگیش نیک و شه بچه است، خدا فرزند خوب و نیک نصیبش کنه. خب از مومیرک در حق پدر و مادر خدا پدر و مادر تا رحمت و مغفرت کنه. یک برادر از تیبلای عشر مال آورده، خدا نگهش داره. مردم ما خیلی انشاءالله بیداری حس میکنن، عشر مال میتن، زکات مالشون میدهن. این ایمانداری است، این نشانه ایمان است که آدم ایمال زکات جدا میکنه. حساب کنین که یک آدم 10,000 دارد، ای 10,000 گوییم که $250 دادن در کار، خیلی پول است. لیکن ایمان که به قوت است، همون $250 را میبره میتن. این ایمان میبرد و الا اگر نتا همون ایمان ضعیف که است، شیطان که همراهش که است میمانش که زکات ده یا عشر مال از 10 که از صحراها از زراعت ها میتن. خب حاجی بابا جان از کولاب خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و کاراش در برار و کشایش همیشه خدا تن صحت نگهش دارد. حاجی عبدالجبار گذشتگانش خدا رحمت و مغفرت، فرزنداش توفیق و هدایت، خودش خدای مهربان همیشه در پناه رحمتش نگه دارد. که ما را احترام کردن، حرمت کردن، چیزی گفتیم سخن ما در زمین نمیمانند، هم احترام ما هم ثواب برای جان خودشان. خدا نگهتان دارد.
برادر محمد علی از زپرفکا، خدا فرزنداشه شفاعت کننده پدر در روز قیامت گرداند. یک مقدار یک مادر 90 ساله از دهه توقتپه نفقه‌اش را برای ساختمان این چیزی نوی مکتب منآورده است. یک کمپیر 90 ساله، خدای مهربان خاتمت بخیر کنه و خداوند فردا در زیر لوای فاطمه و در زیر لوای عایشه مادرمون سر برداشتن خدا موفقت کنه. خوش به حالتون. چند نفر برادرها فطری روزه و کمک دادن، نامشون رو ذکر نکردن. نامتون ذکرم نکردین، انشاءالله در پیش پروردگار نام نویسه. خدا این خیر احساناتون قبول و عمراتون خدا دراز. آرزو در حق پدر و مادرش، خدا پدر و مادرش رحمت و مغفرت و خودش عمر دراز دهد. خب در حق کسانی که در صندوق خیر کردن، خدا همه برادرایی که امروز دستیاری دراز کردن و در پهلوی ما ایستاده و برای فایده امروزه جمعیت ما، فایده فرزندای ما، فایده آینده ما که دستگیری میکنن، خدا همه خیر احسانتون قبول و یک مادر میگن در روز قیامت همین دوزخ که به بالاش که هجوم میکرد، همین یک تیکه که جامه داشته است، یک تیکه جامه همو قطعی میزده است یک مقدار اکو تیکه جامه این قدرکشان در روز قیامت مثل همین باچکای 10 تنه آوای اکو در دنیا همو کم همت که باشه، خدا را در همو در قیامت هم با به بهرش نمیماند. و همو قدر پاره که جامش میگه قریب 50% دوزخ زده خاموش کیسه. در خوابی بزرگ درآمد گفتن چی است که تو این میکنی؟ گفت بچه‌ام گفت همیشه دستی بخیر داشته باشی که در دنیا بسیار از زنهای بخیل بودم، فقط همین دل من خدا یک روز کشاده کرد و همین نیم پاره جامه را به یک بیچاره صدقه داده بودم، امروز همین را دادم که آتش از خود دور کرد. برای همین صدقه های شما انشاءالله همش برای شما، همین آب شب‌هایی که در یک لحظه خاموش میکنن، همین ها در روز قیامت برای شما در عزیز. به نام خدا، این سخن خدا است، این سخن پیغمبر خدا. هیچ سخنم از قرآن و حدیث بیرون نمیگویم. چیزی گفتم برای شما، اگرچه در بعضش اگر گویم که کمی هم برای شما اگر من بالاترم نشان دهم، این برای عادی کردن و ساده کردن که شما فهمید. اینا مبالغه میگن. خب بابای حاجی بوری خان، خدای مهربان برادر حاجی بوری خان هم بسیار آدم مسلمانه، خداوند عمر دراز و تن صحت و فرزنداش خدا توفیق و هدایت و خاندانش ده خدا برکات نازل و همه نافهمی ها و ناآرامی ها را خدا از منزلش دور گرداند. 2 برادر با زکات دادن، امروز صفی زکات دهنده خیلی زیاد. خداوند زکاتاتون قبول کنه، عمراتون دراز کنه، خدا دولتاتون بازم از این بیشتر گردانه. در حق حاجی فیض الله و برادرایی که در ساختمان مسجد در ابتدا سهم داشتن دعا کنید. در حق برادر حاجی فیض الله و دیگر برادرایی که در همین ابتدای مسجدایی که ساختیم همه به کمک شما هست. فقط ما یک دلالت کننده بودیم، فقط ما یک دلبرداری شما را کردیم. اگرچه بنده هم به سهم نیست، لیکن یاد نمیکنیم، خدا دانه خودش. و همین خاطر ما هم خیلی چرخ میزنیم. خدا را شکر یار و برادرامون خیلی زیادن، از اونا هم مبلغ‌های میاریم که انشاءالله شاید اگر 5 جمعه شما در صندوق پرتوین یک مبلغ برابر هم نشود. انشاءالله ما هم یار و برادرای مخلص داریم که رفته از پیش اونا برای آبادی همینجا همچنان ما را باور کرده و هم خیلی مبلغ‌ها را میدن. برای همین همه برادرایی که چی در ساختمان مسجد، این برادر خورشید که این قالین آورده بودن، این قالین زیر پاتون قریب $5000 صرف کردن. برادرایی که در پهلو قالین هایی که آوردن، خب بانکیر بود از چیل دخترکان، عبدالغفار و دیگر برادر من نامش فراموش کردم، این بالاگیش وای آوردگی. خب باز زیر همین امارت کهنه را یک برادرمون از خودجان الک تیار کردن، ممکن تا عید یا بعد عید بیارد، اما زیرگیش هم انشاءالله قالین پیچ میکنیم که یک نمود قالین میشه. خداوند همه خیر احسان هاشون قبول و خدا غیرت های ایمانی و اسلامیشون از زیاد و پروردگار دعا میکنیم که خداوند این عبادت های ما را قبول گرداند و ما را خداوند همیشه صحت و سلامت نگه دارد. بعد ادای نمازم با صحت و سلامت
و نزد زن و فرزندهامان رساند و این مهمان هایی که از راههای دور و نزدیک آمدن خدا قدمهاشان در حسنات و روزه هاشون خدا قبول گردانی و همه آرزوهاشون حاصل و مشکلاتاشون خدا دور گردانی. آمین یا رب العالمین. ای روز چهارشنبه کدامید که آمدنی این مرحمت بعدا معلوم میشد ان شاء الله ساعتی چند باشد. خیر خدا خواهد همون ساعتی نزدیکترینش میخونیم. همین یک بار خدا خواهد یک بار ما نماز میکنیم و تمام. خب یگان سوال داریم. نماز چی؟ اولی اون نامعلوم. اوش نامعلوم برای من اعلان مفتیات نشنیدم. دیگر هیچی نداریم پرسیدنی. امشب ما خدا داناهای. اگر یکی نباشیم حساب کنیم که موعظه ما کردم. اگر نباشم لیکن اگر باشم هر سال ما الحمدلله که همینجا نشست داریم هر سال ما در اینجا گفته شنید داشتیم باشم ان شاء الله من برای شما بیمارم که باشم در پیشتان هستم. خدا خواهد با شما سوال جواب میکنم با شما نشست میکنیم به خاطر این شب قدر. لیکن نباشم خدا خواهد اینجا با بعضی مهمان ها هم میآیند بعضی برادرها هم هستند. خدا خواهد مسجد خالی نمیماند. لیکن از خدا دعا میکنیم که ان شاء الله اگر برادرها بسیار سختگیری ها دارن ما چند شب در تراویح ها نبودم همون عذر ما بیان کردم که برادر عزیز خیلی امروز پوشیده نیست. بسیاری برادرها از دوشنبه و از هر جا میآیند در همین کلاب مهمان میشوند. خواهیشون همینه که ما یک ساعت قطعشان شینیم یا تراویحشون من خوانده دهم. همین خیلی بسیار خواهشا داشتم. بسیار برادرایی که در قوت ما ایستادن ما را کمک میکردن. ماها با همونها بودیم. بعضی یک 3 یا 4 شب نبودم. خیلی انشاءالله به عذر نبود همش عذرناک بودن. برای من یکی نباشم یکی ملال تا نیاید زیرا که مقصد خواهشا زیادن. لیکن انشاءالله کوشش میکنم. خدا شما را نگه دارد. خدا شب قدر شما قبول کند. خدا صحت و سلامت به خاندان تا رسد. یکی اگان گپ های زده باشم در جمعه های گذشته که من خیلی احتیاط میکنم. من احساساتی نیستم. من الحمدلله که بسیار همین نرویام به حد خوبه. من بسیار نغزن. من احساساتی نیستم. من راستی بار خدا را شکر تا امروز یگان بیماری قبول کردگی نیستم. خیلی کمی فشار خون دارم لیکن به هر حال هم باشد من خودداری میکنم. سخن سخت نمیگم هیچ وقت زیرا که سخن سخت اجازت نیست و این درست هم نیست و این زیبندگی منبرم ندارد. وقتی که یک کس از همین بر بالای منبر یک دیگر لعنت یک دیگر دیوس یک دیگر فلان این اکنون در خواندگی ما داخل نیست. برادر عزیز خداوند شما را طبیعت سالم و همه آرزوهاتون خدا حاصل کند. آمین یا رب العالمین. مبارک باد تو باشد این عید و این روزهای مبارک رمضان.